توحید الله را بشناسه، شرک بشناسه که نشوه کلی اعمالش توسط شرک از بین بره. تو را به الله قسم گاهی در ذهنت گشت که سیاست عقیده توحید یاد داره یا نه؟ شرک میشناسه یا نه؟ چه قسم زنه بگیری قرآن برات میگه الخبیثات للخبیثین، خبیثات برای خبیثون و الطیبات للطیبین. شخص طیب، شخصی که پاک است، شخصی که غیرت داره، شخصی که نور ایمان داره، گاهی با دختری نکاح نمیکنه که آلوده است، با دختری نکاح نمیکنه که خنده را با کسی دیگری کرده باشه. دختری که متدین است، پاک است، قریحه و طبیعیت پاک داره، نمیخواه بچه فاسق و فاجر و بدکاره، دنبال شخص طیب میگرده به خاطر که خانواده طیب شود. نهال پاک باید گذاشته شود که میوه پاک بده. اسلام به می خاطر امر میکنه پرسان بکو سنویت ده کجاست، دختری ده کجاست، ساعت چند میبره و ساعت چند پس میه. بله ما غیرت داریم. امی پدر که سنویش صبح برآمده 10 بجه میه، دخترش صبح برآمده 10 بجه میه، به درس قرآن کریم دختر سنوی خود گذاشتنی نیست.